خاطرات ترسناک شما پارت 7. سلام نایرا خانم، من سهرابم، 35 سالمه. این ماجرای من برمیگرده به دورانی که زنم پاشو کرده بود توی یک کفش که طلاق بگیریم، چون من یه راننده اما نون حلال میبرم خونه و نون حلالم که میدونی سخت به دست میاد. اون موقع برای این که ذهنم آروم بشه یه خورده از مشکلات فرار کنم بیشتر شبا هم کار میکردم و خودمو مجبور کرده بودم بار ببرم از یزد به طبس، از دل کویر. اون شب بارم سبک بود ولی هوا بد سنگین بود. آسمون صاف بود ولی یه حس خیلی بدی داشتم. همش دلشوره. اینم بگم راهزن تو اونورا زیاده ولی از راهزن نمی ترسیدم. آدم هر مدلی باشه بخواد اذیتم کنه خودش میدونه راشو کج میکنه و میره، تا سر حد مرگ اذیتش میکنم. حدود ساعت 2 شب بود، وسط جاده خاکی. ماشین رو نگه داشتم تا یک کم استراحت کنم. پیاده شدم، چایی ریختم و یه سیگار روشن کردم. سکوت مطلق بود. فقط صدای باد و شن، هم قشنگ بود هم خیلی ترسناک. یه لحظه از دور یه سایه دیدم. اول فکر کردم آدمه ولی هرچی نزدیک می شد قدش بلندتر می شد. راه رفتنش آروم بود ولی مستقیم می اومد سمت من. نشستم توی ماشین، نور چراغ ماشین رو انداختم روش. صورت نداشت، فقط یه هیکل سیاه با پاهایی که انگار از رو زمین نمی کشید. شناور بود. خواستم فرار کنم ولی پام قفل شد. نمیتونستم کلاج بگیرم بذارم دنده. یهو صداش توی گوشم پیچید. بدون اینکه دهنی داشته باشه گفت اگه مردی نترس، اگه ادعا داری وایسا. نفسم بند اومده بود. قفل شده بودم. خدایا این چیه؟ فقط تونستم بگم من فقط راننده‌ام، دنبال درد سر نیستم، با شما هم کاری ندارم. همون لحظه اون موجود وایساد. انگار داشت ظلم میزد بهم. نگاه میکرد. بعد آروم عقب رفت. توی تاریکی حل شد. ولی قبل از این که ناپدید بشه یه جمله سنگین بهم گفت تو مرد نیستی ولی راست گفتی. وقتی اون رفت پاهام باز شد. یه خورده رون پام و ساق پامو ماساژ دادم. یه خورده نفسم رو کنترل کردم. راه افتادم و رسیدم به یه قهوه خونه. با ترس انگار پناه بردم اونجا. فقطم من بودم و کارگر قهوه خونه با صاحب قهوه خونه. کارگر قیافمو دید و رفت به صاحب اونجا یه چیزی گفت. پیرمرد خودش برام چایی آورد. رو تخت بیرون قهوه خونه نشسته بودم که نشست کنارم. سلام علیک کرد و گفت قیافت میگه سراغت اومده بود. گفتم کی؟ گفت مرد آزما، همون درازه، همون سیاهه. گفتم مرد آزما چیه؟ تو از کجا میدونی که من یه چیزی دیدم؟ گفت بابام 7 سال اونو اسیر خودش کرده بود. این قهوه خونه و کلی زمین و پول و از اون داریم. مرد آزما یه جنیه که فقط سراغ مردا میاد، تو تنهایی مرد، تو بیابون و کوه و دشت. اگه ازش بترسی اذیتت میکنه تا بمیری، ولی اگه ازش نترسی و سوارش بشی و پاهاتو دور کمرش قفل کنی برده تو میشه. چشمم داشت از حدقه در میومد از تعجب. گفتم منو کاری نداشت. گفت عجیبه، اون رحم نداره. به چیه تو دلش سوخته؟ به چی نگاه کرده؟ خلاصه آرومم کرد. به هم مومیا داد و چای نبات. حالم یه خورده جا اومد. برگشتم به مسیرم ادامه دادم ولی دست خودم نبود. تا طلوع بشه دائم دور و برم رو میپایدم. به خداوندی خدا از هر جاده‌ای تو شب رد میشم میترسم بپره جلو. مغزمو از زنم بدتر خراب کرده. من شهلا 49 ساله هستم و میخوام خاطره خودم از مادر شوهر عجیب و غریبم رو براتون ارسال کنم و در حال حاضر مادر شوهرم سالها قبل فوت شده. 22 ساله بودم که ازدواج کردم. عروس خانم بالا مادر شوهرم شدم. خونه مادر شوهرم یه خونه ویلایی 250 متری بزرگ بود با دیوارای آجری و سیمانی که وسط حیاط یه حوض آبی بزرگ داشت و تو خونه‌های پایین مادر شوهر و پدر شوهرم زندگی می‌کردن.
بعد از این که من ازدواج کردم طبقه بالا رو ساختن و من و شوهرم هم اونجا زندگیمون رو شروع کردیم. یه پسرشون هم شهید شده بود. طبقه بالا هم 3 تا اتاق تو در تو و یه اتاق کوچیک داشت و به عنوان آشپزخونه ما از اون استفاده می‌کردیم. از همون روزای اول متوجه رفتارای مشکوک و عجیب غریب مادر شوهرم می شدم. ولی خب سنی که نداشتم زیاد سر در نمی آوردم. مادر منم اهل این کارا نبود. نمی فهمیدم معنی کارایی که میکنه چیه. فقط همینقدر میفهمیدم که زیاد دعا میگرفت، زیاد زیر لب ذکر میگفت. اولین رفتار عجیبی که از خانم بالا مادر شوهرم دیدم این بود که یه دفعه اولی که رفتم خونشون وقتی مهمونا اومدن دستم و محکم یه جوری که دردم گرفتش و منو برد توی اتاق. بهم گفت تا وقتی خودش صدا نزده حق نداره بیاد بیرون. گفت باید قبل دیدن من رفع چشم زخم کنم تا من چشم نخورم. نیم ساعتی که گذشت صدام زد و منم به جمع مهمونا رفتم و البته خانم بالا به خاطر اخلاقای خاص و عجیبی که داشت کمتر کسی تو فامیل باش رفت آمد میکرد. مثلا عید به عید و گاهی وقتا عید هم نمی اومدن دیدنش و خونه همیشه سوت و کور و ساکت بود. از پدر شوهرم هم میرحسن خانم بگم براتون. آهنگری داشت. آدم ساکت و آروم و مردمداری بود. آسه میرفت و آسه میومد. ولی به خاطر اخلاقای خانم بالا هیچ وقت تو خونه آرامش نداشت. مادر شوهرم زن به شدت خسیسی بود و از انگشتاش آب نمیچکید. اینجوری بگم براتون اگه حسن آقا میوه میخرید میوه ها رو تو لگن مینداخت و میگندیدن ولی نمیداد شوهرش بخوره یا نمیداد مهمونا بخورن. ولی به خورد و خوراک خودش حسابی میرسید. از اون افریته های به تمام معنا بود. خانم بالا یه هیکلی داشت درشت با قد تقریباً 1.60، صورت چاق و چشمای درشت قهوه‌ای رنگ که همیشه به خاطر سرمه‌ای که میزد ترسناکتر هم به نظر میرسید و عاشق دامنای بلند پولکی بود از اینایی که رو زمین کشیده میشه به طوری که از صدای خشخش دامنش متوجه حضورش میشدیم. تمام این جزئیات رو گفتم که متوجه حرفایی که بعد از این میزنم باشید. از اونجایی که من جوون بودم و کنجکاو یه روز که خانم بالا خونه نبود من به اتاقای پایین سرک کشیدم. میخواستم ببینم، برام جالب بود چون همیشه منو از ورود به خونش منع میکرد و من میترسیدم تو حضور خودش توی اتاقا رو بگردم ببینم چه خبره. خلاصه با خوشحالی و کنجکاوی شروع کردم به راه رفتن توی اون اتاقا. اون روز خانم بالا رفته بود برای همسایه‌ها کله پاچه تمیز کنه و میدونستم دیر برمیگرده خونه، پس با خیال راحت توی خونه رو دید میزدم و لذت میبردم چون هیچ وقت انقدر راحت نبودم. یه اتاق کنج خونه داشتن که معمولاً درش قفل بود چون صندوقا رو اونجا میذاشت. خیلی دلم میخواست به اون اتاق برم و داخل صندوقا رو بگردم. زیر پادریا رو گشتم، زیر گلدونا، زیر فرش، اما نبود که نبود. ناامید شدم و خواستم برگردم بالا که یادم اومد یه بار مادر شوهرم توی مطبخ کلیدا رو میذاشت زیر یکی از اون آجرها. پس سری رفتم مطبخ و آجر رو برداشتم، دیدم که کلیدا زیر آجر رو. نمیتونم بگم بهتون چقدر ذوق زده بودم. با عجله کلیدا رو برداشتم رفتم طرف صندوق خونه. در رو باز کردم و رفتم داخل. اتاق تاریک و سرد بود، هوای خشک و بیروح. با اینکه خوشحال و ذوق زده بودم رفتم داخل اتاق. به محض ورود احساس غم و اندوه و دلشوره عجیبی افتاد به دلم. با دست لرزون در صندوق رو باز کردم و داخلش چند تا دستمال دیدم که گره زده شده بود. دستمالا رو بیرون آوردم، گذاشتم روی فرش و باز کردم. دستمال اولی که باز کردم چند تا گلوله مو به چشمم خورد. چون من موهای فر و خرمایی دارم با همون نگاه اول متوجه شدم که موهای خودمه. از ترس نمیدونستم باید چی کار کنم. واقعا موهای من داخل اون دستمال به چه کارو خانم بالا می اومد؟ دستمال بعدی رو باز کردم، چند تا قاشق و چند لنگه جوراب از خودم دیدم و ترسم چند برابر شد. قبل از اون متوجه گم شدن یه سری وسایل جزئی می شدم ولی نگران کننده نبود و بهش اهمیت نمی دادم و الان همه اون وسایل رو داخل اون دستمالا دیدم. با عجله دستمالا رو سر جاش گذاشتم، در رو قفل کردم و برگشتم بالا.
ضربان قلبم به قدری بالا رفته بود که خودم میتونستم بشنوم. رفتم گوشه اتاق نشستم با ترس و وحشت و منتظر اومدن شوهرم شدم. حتی برای لحظه چیزایی که داخل صندوق خونه دیدم یادم نمیرفت و جلوی چشمام بود. شب حدوداً 9 شب شوهرم و پدر شوهرم از مغازه اومدن و شوهرم اومد بالا. منو دید گوشه اتاق گریه میکنم. تعجب کرد، اومد کنارم نشست، گفت چی شده شهلا؟ مادرم چیزی گفته؟ با مادرم حرفت شده؟ میخواستم دهن باز کنم و بهش بگم که خانم بالا از در اومد تو، منو تو اون حال دید. شوهرم به من نگاه میکرد و من خانم بالا رو میدیدم که به نشونه تهدید انگشتش رو روی صورتش گذاشته بود و به هم میگفت هیس. سکوت. صدای گریه هم بلندتر شد. جیغ میزدم. شوهرم میگفت چی شده؟ چرا هیچی نمیگی؟ اما ترسی که از مادر شوهرم داشتم عین دیوونه ها شده بودم. آروم و قرار نداشتم. خانواده خودم هم یه خانواده شلوغ بودن که حوصله خودشون هم نداشتن، چه برسه به من. اونا تو روستا زندگی میکردن. هیچ کسا نداشتم من که غمخوارم باشه و بتونم درد و دلی کنم باهاش. آخر همون شب وقتی رفتم داخل حیاط تو دستشویی، خانم بالا جلومو گرفت و گفت متوجه شدم که رفتی سر صندوق و بلایی به سرت میارم که خودت با پاهای خودت از این خونه فرار کنی و بری. به شرط اینکه از این به بعد سرت تو کار خودت باشه و کاری به کار من نداشته باشی و فضولی نکنی. چیزی نگفتم و فرار کردم تو اتاق و درا رو قفل کردم. از اون روز به بعد حالم بد و بدتر میشد. افسرده شده بودم. در طول روز مادر شوهرم رو زیر نظر می گرفتم که بارها به صندوق خونه میرفت و خارج میشد و رفتاراش اونقدر عجیب بود که فکر میکردم به طور مرموزی با افرادی توی اتاق ارتباط برقرار میکنه. چند هفته از اون اتفاق گذشت تا اینکه یه شب عروسی دعوت شدیم و پدر شوهرم که از صبح همون روز مزاجش به هم ریخته بود و دلپیچه داشت همراه ما نیومد. اون شب وقتی آخر شب به خونه برگشتیم دیدیم حسن خان روی ایوون رو به قبله دراز کشید و متوجه ورود ما نشد. مادر شوهرم رفت بالای سرش و شوهرش رو صدا میزد. هر چی تکونش دادیم چیزی نمیگفت و تموم کرده بود. دکتر آوردیم بالای سرش و معلوم شد به خاطر مسمومیت شدید فوت کرده. همه شوکه بودیم. این اتفاق خیلی ناگهانی افتاد و انتظارش رو نداشتیم. تنها کسی که میدونست پدر شوهرم به خاطر انواع و اقسام دعاها و آشغالایی که مادر شوهرم تو غذاش میریخت فوت کرده من بودم. ولی جرأت حرف زدن نداشتم چون میترسیدم سر خودم هم یه بلایی بیاره. من هیچ وقت از غذاهای مادر شوهرم نمیخوردم چون مزه‌های عجیب و غریب میداد. میشد فهمید که یه چیزی ریخته داخلش که غذاها اینجوری شدن. 2 سال از ازدواجم گذشته بود و من بچه دار نمی شدم. یه روز شنیدم مادر شوهرم به همسایه ها می گفت درختی که میوه نمیده رو باید قطع کرد. خانم بالا خیلی خبیث بود. اصلا هیچ حسی تو وجودش نبود. همه ی وجودش رو نفرت و شک و خرافات پر کرده بود. میدونستم وقتی حرفی میزنه زهرشو میریزه. پس باید یه کاری میکردم و نمیذاشتم بهم آسیبی بزنه. هر روز مجبورم میکرد چیزای عجیب و غریب بخورم بلکه بچه دار بشم و منم چون ترسو بودم به حرفاش عمل میکردم. ولی این اواخر خیلی بد قلق شده بود. دائما زیر پای شوهرم مینشست و میگفت باید زن بگیری چون از این تنور نونی در نمیاد. شوهرم خیلی منو دوست داشت ولی خب اون زمان هیچ مردی بدش نمیومد که تجدید فراش کنه و زن بگیره و اغلب سکوت میکرد به نشونه رضایت. خیلی روزای بدی رو میگذروندم. هر روز با ترس اینکه بالاخره عروس جوانتری رو به خونه من میارن زندگی میکردم تا اینکه یه روز قرار بود با مادر شوهرم توی حیاط آشبار بذاریم. گوشه حیاط یه اجاق گلی بود که داخلش هیزم میذاشتیم و قابلمه رو بار میذاشتیم. نزدیک ظهر بود. مادر شوهرم مشغول هم زدن آش بود و منم کنارش ایستاده بودم. من بعد از بیرون اومدن از اون اتاق و دیدن صندوق اون خونه وجودم پر از نفرت و کینه و دشمنی شده بود. توی یه چشم هم زدن وقتی مادر شوهرم خم شده بود آتیشو نگاه کنه تصمیم گرفتم دیگه آشو برگردونم روی خانم بالا. با همون ملاقه بزرگی که دستم بود فشار آوردم به لبه دیگ و
دیگ برگشت روی زمین و آشا ریخ رو پشت بوم. دستای خانم بالا سوخت. صدای داد و هوار و جیغ و داد من و خانم بالا همه ی کوچه رو برداشته بود. خانم بالا به شدت سوخته بود و چند ماه بیشتر تحمل نکرد و فوت شد. و منم به همه گفتم من مقصر نبودم، چون آجر زیر دیگ در رفته، دیگ افتاده روی زمین. ولی شوهرم منو مقصر مرگ خانم بالا میدونست و با من سرد شده بود. بعد از 1 سال از اون ماجرا من تیکای عصبی شدید و سردردای میگرنی گرفته بودم. خودمو نمیتونستم ببخشم و متاسفانه شوهرم هم به خاطر اینکه من به زندگی نمیرسیدم و عصبی و افسرده شده بودم زن گرفت و زن جدیدش رو آورد پایین برای زندگی کردن. چند ماه بعد از اینکه شوهرم زن گرفت، یه شب که شوهرم رفته بود پایین پیش زن جدیدش و من بالا تنها بودم، احساس کردم صدای خشخش دامن خانم بالا میاد. از جام بلند شدم و در کمال ناباوری خانم بالا رو دیدم که روی بالکن راه میرفت و طرف اتاق من میومد. بدنم قفل کرده بود. هیچ حرکتی نمیتونستم کنم. خواب بودم یا بیدار نمیدونم، ولی خانم بالا اومد داخل و روی تاق کنار پنجره نشست و با یه چهره‌ای که سوخته بود و ترسناک بود به من نگاه میکرد. بدون اینکه دهنشو باز کنه شروع کرد به حرف زدن با من و گفت تو اون روز با وارد شدنت به صندوق خونه و باز کردن طلسما باعث بدبختی و نازایی خودت شدی. حالا برو پایین و صندوق رو باز کن و طلسما رو داخل آتیش بنداز و خاکستر طلسما رو داخل آب جوش بریز، بده عروس جدیده بخوره. صبح که بلند شدم و رفتم پایین، به بهونه خرید فاطمه زن شوهرم رو فرستادم بیرون. سریع رفتم سراغ صندوق و طلسما رو برداشتم، ریختم توی آب جوش. منتظر شدم فاطمه بیاد. با هر کلکی بود آب و دادم، فاطمه خورد. چند روز گذشت و به طرز معجزه‌آسایی من حالم بهتر و بهتر شد. شوهرم دوباره می اومد بالا و با هم بودیم تا اینکه 1 سال بعد دخترم رو باردار شدم. زیر پای شوهرم نشستم و فاطمه رو طلاق داد. من چند سال بعد عمارت رو فروختیم و به یه محله دیگه رفتیم. الان سالها از اون ماجرا میگذره و من هنوز تحت تاثیر همون اتفاقات و ظلمایی که خانم بالا در حقم کرد و سردردهای مزمن و حاد دارم. با اینکه خودش از شر طلسم نجاتم داد، ولی هنوزم نتونستم ببخشمش. خاطرم خیلی طولانی تر بود، ولی نخواستم بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. امیدوارم هیچ کس دچار طلسم و شر و جادو و جنبل نشه. سلام، سارام، 24 سالمه. اینی که دارم میگم یه تجربه واقعی هستش، ولی نمیدونم ترسناکه یا نه. یادم سال 98 بود، پشت کنکور بودم. یه بازی نصب کردم روی گوشیم که یه ویروس میساختی، نقشه دنیا رو بهش میدادی. کشورها رو تفکیک کرده بودن. انتخاب میکردی و تو هر کشوری که دوست داشتی اون ویروس رو پخش میکردی و دنیا رو آلوده به ویروس میکردی. میتونستی انتخاب کنی که چه نوع بیماری باشه و به چه ارگانایی از بدن آسیب بزنه. 1-2 هفته همین بازی رو کردم و بعدش هم پاکش کردم. بعد هی مدام تو این فکر بودم، ذهنم درگیر بود که چی میشه واقعا یه بیماری بیاد و دنیا رو آلوده کنه. دقیقاً یادمه، دیماه بود، شبکه خبر زیرنویس کرد. یه بیماری ناشناخته 334 نفر رو توی چین آلوده کرده. انگار قبلا یه حسی به هم میگفت که قرار این اتفاقات خیلی بدتر بیفته. انگار به هم داشت تلقین میشد که آینده خیلی سیاهه، مثل اینکه دلم میدونست چه اتفاقی قراره بیفته، ولی من نادیده میگرفتمش. اون جریان گذشت و رفت، ولی من الان یه مدتیه دارم حس میکنم گرسنگی تو راهه. نمیدونم چه بلایی قراره سرمون بیاد، ولی مدام چیزی که دارم حس میکنم اینه، سرما و گرسنگی. انگار قراره یه چیزی مثل قحطی رخ بده. مدام حس میکنم قراره خیلی آدم بمیره، بیفتیم به جون هم. خیلی احساس بدی دارم. مدام صحنه‌های سیاه از شب و شهر میبینم که میشه گفت خاکستری و کسایی که دنبال غذا و همدیگر رو دارن تیکه و پاره میکنن. خدا به دادمون برسه.
سلام، وقتتون بخیر. میخوام داستانی رو بگم که هنوز مو به تنم سیخ میکنه. من و رفیقام که همه تقریبا همسنیم، 24 ساله و اینا، خیلی به چیزای ماورایی یا اجنه و خونه‌های متروکه علاقه داریم. اونقدر که ماهی یه بار به خونه‌های متروکه سر میزنیم یا همچین جاهایی میریم. حتی به خونه وحشت انزلی هم رفتیم. کلا سرگرمی مورد علاقمون شده. یه رفیقم علی همیشه واسمون یه خونه متروکه یا همچین جایی پیدا میکنه و بهمون خبر میده. 1 سال پیش بود دقیقاً. علی دوستم بهم زنگ زد و گفت حاجی که خونه یه متروکه پیدا کردم. از این خونه قدیمی هست. احتمال اینکه جن توش باشه، روح زیاد داشته باشه هم هست. گفتم ایول، جن و روح کیلو چنده؟ ماشین بابات آماده کن، خوراکی هم با من، میزنیم به دل جاده. اونم گفت حله. گفتم ولی نداره، بیا بریم. منم زنگ زدم به اکیپمون، گفتم علی خونه متروکه یه بمب پیدا کرده، پایه هستین بریم؟ اونا هم گفتن باشه. فردا شد و من یه عالمه خوراکی و چیپس و پفک و نوشیدنی انرژیزا خریدم. رفتم خونمون و دیدم علی دم در خونمونه با ماشین. منم رفتم خونه، گوشی و پاوربانک و این وسایلام و دوربینم و آماده کردم. گفتم لوکیشن کجاست؟ گفت توی استان سمنان، توی یه روستا تقریبا دور افتاده است. گفتم باشه. رفتیم دنبال بقیه بچه ها و زدیم به دل جاده. رسیدیم اونجا، رفتیم به یه روستا، دیدم اون خونه رو. یه خونه 2 طبقه از این خونه قدیمی ها بود که آشپزخونه و دستشویی توی حیاته. دیدم یه حیاط بزرگ داره پر از درختای خشک، ولی دیدم در ورودی خونه پلم شده. پرامون ریخ. گفتم اینجور موردی نداشتیم نه؟ همه گفتن نه. یه دست به شونه علی زدم و گفتم آفرین، خونه خوبی پیدا کردی، انگار اینجا قضیه جدیه. اونم گفت آره بابا. بعدش یکی از اهالی روستا ما رو دید، اومد سمت ما. گفت شما اینجا چی کار میکنید؟ از این روستا نیستید نه؟ ما هم گفتیم نه. گفت پس اینجا چی کار میکنید؟ نکنه به خاطر این خونه متروکه اومدید؟ منم به خاطر اینکه کارمون لو نره گفتم نه بابا، ما گردشگریم، اومدیم تفریح کنیم، از این منظره ها میخوایم عکس بگیریم. این خونه قدیمی بود، جالب بود، گفتم ازش عکس بگیرم. اونم گفت ولی اینجا خونه نیست که اجاره کنید. لحنش هم یه جوری بود که انگار میخواست وادارمون کنه بریم. منم گفتم اشکالی نداره، تو همین ماشین میخوابیم، فردا ظهر میریم. ماشین یه مینیونه، میشه چند نفر توش خوابید. اونم گفت باشه، ولی هشدار میدم بهتون، این خونه اصلا جای خوبی نیست، نرید. منم گفتم باشه چشم. به رفیقام گفتم خوب گوش کنید، امشب ساعت 2 میریم تو، چون فکر کنم به ما شک کردن و میخوام ما رو بیرون کنن. اونا هم گفتن نه بابا 2 مناسب نیست، چون ممکنه بعضیاشون بیدار باشن اون ساعتها. ساعت 3 میریم. گفتم باشه، ولی تکلیف این پلمبه چی میشه؟ اگه پلمبو بشکنیم به پلیس شاید گزارش بدن. مراد گفت نگاه کن اطرافش فقط سیم خار داره، اونو میتونم یه کاریش کنم. خیالم راحت شد و گفتم دمت گرم رفیق، باشه. رفیقام تو ماشین داشتن وسایلا رو آماده میکردن و منم به خاطر اینکه شک نکنن دوربین عکاسی رو برداشتم و وانمود کردم که دارم عکس میگیرم، ولی یه پلن داشتم. دیدم 3 تا مرد به همراه اونی که با همون صحبت کردن دم در یه خونه بودن و داشتن با هم حرف میزدن. گفتم رفقا 100% اینا دارن در مورد ما حرف میزنن، ولی چی کار کنم؟ من نمیتونم پیششون برم، یه تنه نمیتونم حریفشون بشم و حرفا رو بشنوم. بیایم به خاطر همین یه جوری تو تاریکی پخش و پلا بشیم، گوشامون رو تیز کنیم بفهمیم چی دارن میگن. گفتن باشه. میگفتن اینا نباید برن توی اون خونه، یا بلایی سرشون میاد یا دیوونه میشن. رضا تو از پنجره خونت مواظب این احمقا باش. تو دلم گفتم احمق خودتی، حالا ببین یه جوری میرم که تو روحت هم خبردار نشه. قضیه رو به رفیقام گفتم و عرفان گفت باید با احتیاط بریم، از پشت خونه ها میریم تا به اون خونه برسیم، چون اون خونه درست وسط روستاه. فکر کنم یه خبرایی تو اون خونه هست یا داستان وحشتناکی پشتش داره که انقدر حواسشون بهش هست، ولی به نظر من قضیه واقعا یکم بودار بود.
ساعت 2 شب شد. دیدم اون یارو ما رو از پنجره نگاه میکنه، ولی خونش 2 تا خونه اونورتر از خونه متروکه بود و میتونستیم از بغل خونه سیم خاردار رو کنار بزنیم و واردش بشیم بدون اینکه اون بفهمه. ماشینمون رو پشت یه خونه گذاشتیم که 3 یا 4 خونه اونورتر از خونه متروکه بود. خونه اون آقا دست راست اون ردیف بود و ماشینمون رو پشت یه خونه توی سمت چپ اون ردیف گذاشتیم. ساعت 3 شد. از ماشین بی سر و صدا پیاده شدیم و از پشت خونه ها آروم آروم میگذشتیم و به خونه متروکه رسیدیم. دیدم مراد رفیقم چند تا پارچه کلفت و دور دستش پیچوند و سیم خاردارا رو کنار میزد. گفتم آفرین و اون لبخند زد و وارد خونه شدیم. در خونه پلم بود، ولی از همون راهی که اومدیم یه پنجره بود که شیشه هاش ریخته بود. گفتم از همین پنجره میریم تو. رفتیم تو و داخل شدیم. همین که داخل شدیم یه جو سنگینی خونه داشت و قشنگ حس میشد. گفتم جو حس کردین؟ گفتن آره. همه سر تکون دادن و گفتن چی کار داریم با خودمون میکنیم. گفتم پخش و پلا بشید، برید با گوشیاتون و دوربیناتون هر چقدر میتونید ضبط کنید. من رفتم و نیم ساعت بعد حس کردم یکی داره نگام میکنه. برگشتم دیدم هیچ کس نیست، ولی یه جور سایه از پذیرایی اونجا رد شد. منم اهمیت ندادم و ادامه دادم. بعد از چند دقیقه یه صدای تق تق شنیدم، انگار یکی ضربه به در میزد. یه خورده ترسیدم تا اینکه صدای جیغم شنیدم، یه جوری که هم انگار چند نفر جیغ میزدن، هم میخندیدن، هم نزدیک و دور میشدن. گفتم حالا هر چی. دوباره ادامه دادم. بعد دوباره یه سایه دیگه دیدم که از در اتاق رفت بیرون. اینو دیدم دیگه ترسیدم. گفتم دیگه بسه. صدای جیغ امیرم همون لحظه اومد. من رفتم دنبالش، دیدم یه گوشه کس کرده داره آیت الکرسی میخونه و حسابی ترسیده. گفتم چی شده؟ گفت یه مرد قد بلند با صورت سیاه و چشمای پرخون اومده، میخواست بهش نزدیک بشه که امیر جیغ کشیده و اون رفته و بقیه بچه هم اومدن. گفتم الان هممونو به چخ دادی. اهالی روستا میان پارمون میکنن. دیدم چراغ بعضی از خونه ها روشن شد. گفتم الفرار. هممون فرار کردیم. رفتیم سمت ماشین. اهالی هم داشتن دنبال ما می اومدن. گفتم علی نشستی فقط گاز بده، الان میان جرمون میدن. اونم استارتو زد و رفتیم. وقتی میرفتیم برگشتم و خونه رو نگاه کردم. دیدم 6 یا 7 آدم سیاه کنار هم ردیفی وایسادن، همونجا ما رو نگاه میکردن. چشماشون همشون قرمز قرمز بود، انگار از خون درست شده بود. صورتاشون سیاه، موهای بلند داشتن. روی خودم رو به سمت یه طرف دیگه کردم، دیدم اهالی روستا داشتن دنبال ما می اومدن. همون وقت شب بود، با هم حرف می زدیم توی راه. اونا هم می گفتن که سایه ها رو دیدن. یه هفته بعد علی درباره اون خونه اطلاعات جمع کرد و فهمیدیم که قبلا یه خانواده تو اونجا زندگی میکردن، ولی یه شب پدر خونه پاک دیوونه میشه و تمام اعضای خانواده رو با چاقو میکشه. بعدش هم گلوی خودشو پاره میکنه و خودکشی میکنه. بعد یه ماه علی اومد گفت پاره شدم تا اینکه فهمیدم پدر خانواده در اصل یه شیطان پرست بوده و خانواده خودشو قربونی کرده. بعدش هم خودشو کشته. منم گفتم دیگه تو رو خدا به اون خونه نریم، پروندهشو همینجا ببندیم. ممنونم ازتون، ممنون بابت کانال سرگرم کنندتون. از این مدل داستانا خیلی زیاد دارم، براتون بازم میفرستم. واو چه دل و جرأتی دارین بعضی از شماها، واقعا ترسناکه. امیدوارم هیچ وقت بین این هیجانا براتون اتفاق خیلی بدی نیفته. خب اینم پایان این پارت از خاطرات ترسناک شما. ممنونم که خاطراتتون رو برای من میفرستین. خیلی خیلی دوستتون دارم، واقعا بهتون افتخار میکنم چقدر آدمای خوشقلب و مهربونی هستین. از کامنتاتون میتونم اینو بفهمم، میتونم انرژیتون رو بگیرم. خیلی دوستتون دارم. در پناه خدا باشین، مراقب تاریکی های اطرافتون باشین. خداحافظ.